السلام علیکم نوی رحکای غریبی باباش اگر حجتهای شما تمام شده و نمیدونین که سرحدی روسیه و قزاقستان رو چخل بگذارین اگر همین مشکلی شما را شرکت محیدین حل کرده مرحمت اینو زنگ بزنین شما رو به مشکلی برده میارن سراغشان متروی وادنی استادیون سفرتان به خطر دادا سلام علیکم. باشی دادا اومدی؟ اومدم. همین سمکه تا بر اوسمون بر اوسمون. همین سمکه یک هم اومده همیشه مدل دکار روز سمکه رایی. خیلی ناز رفتی اومدی؟ اومدم. چند پولیش دست کارتوشکا؟ کارتوشکا؟ ها. کارتوشکا 5 تومان 6 تومان هر خیلی. من گفتم همون راه سودا کن دوونیم سامانی. این نمیتونن دویدیم سونی همه چی؟ اینا همسایه گرفته اومد یکونیم سامانی. ای کجا گرفتی؟ من داوریتون ده. میدونی چیکار میکردم؟ یک سامون میرفتم تمامی مغازه برداشته میومدم. آخه خیلی شما یک سامون بیا. شما رو هم میشناسه به پول هم میتونی دادا جان. گپ شناخته نداری؟ همه وقت کامیرا نبود. چه دکتر دندان رفتی؟ رفتم دادا جان. من همین دکتر ده حیران. دندانی در حامد افته در اومدی تو؟ در اومد من پسر فلانی میشم. دیگه پیشگوزگیری رو بی زور. خبر رفیق وقتی همراه خدمت کردگی. خدمت کردگی من حیران همین دکتر ده. دندانی در میکردگی رو موند و ای پیش یک تا نواشه کان گرفت. او بچه جان کار از یک طرف با ترتیب میشود. اگر میری نزد شنگی میکند آسته همین خیلی تا همون دندان بیمار رفته میرسه داخل بچه. کار یک طرف گفته اکما دو بار چیز اندو دیسی کو. افتفام وزن یکمش که خانه نکرد من برای سوزاندن همون خدا این رفتم عدیه ها یک دختری بزیبه که اینجا که آوردم کلینیکم و ها دیده سوختم رو هم گفتم فهمیدی تو همین سیاستی اوله داری نمیفهمی تو اون سوخته مرا گفتم یانگم نگاه که اکم کلونای چی این گپارا نزن نفهمه 11 سال یگان خیر رول نمیبوزن اینجا فهمیدی فهمیدم چرا چخچه دارن یهو اکتم عموما گپ نمیزد دیدی چقدر گپ بدونم دیگه لا 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 میدونی چی جونم؟ چی؟ روسیگا اگه امروز یکم روزی زندگی خودمونه بسیار خرسان شدم مردک بوده وقتی که ترا گرفتم این زیبایی رو بی این حسن بی جمال بی لیکن با مقصدم رسیدم رحمت میگم و چه گفتم ده و میدونی چی منیجا جان روسیگا یک چی را گفتنیم اکه ما علاقه خاندار شدیم دیگه بین ما و تو یکم سیر نباشه که مخفی نباشه دیگر فهمی باشه بله یک دیگر فهمی باشه همه گفتم یک چی را گپ زنم تا هوای میگم گپ زنم نزنم گپ زن و خدمت را گفتم که بعد ما بین خود نگم سیر نباشه گپ زن انا ما منیجا جان دو تا فرزند دارم و نکیم هر ماه هوایی دا علمین میسپارم همه را ما گفتم با پیشکی فهمونم تا که با یکی خودت فهمیدی خفه نشوی با گفتم همه را دلشا جانه او علم سپاری تو در زندگی خمون یگو ضرر نداره مرم 2 فرزند دارم هر ماه ایاتشون علمین میگیرم 2 15 1 ای دختر من تو رو چند بار گفتم که بیهوده گردی نکن گپ گوش نمیکنی ای همین ساعت تو بگره کجا تو بگردی بکلا روزی کی سلام علیکم اکا جان. سلام علیکم بی خوبه تیجه سلام شما. اکا جان ما ای کمونالی برای پول آب اومدگیم. نه بی بدونی نه رحمت با فکر داری خونه دیگه اوله زندگی میکردن؟ راستی ما یک ماشین همین خونه رو خریدیم زندگی داریم نام فامیلیتون اکا جان؟ اسماعیلوف اسماعیلوف کی؟ سعدی خب در این خونه چند کس زندگی میکنه شما اکا جان؟ در این خونه چند کس زندگی میکنه؟ یک کس و یک نوکس